درباره مادرتون یک چیزی میگفتین؟ یک چیزی مهم جان که ما اصلا همین سببگاری بگیم همین راهی همین دین اسلام انتخاب کردن مونم مادرمون شده. این مادرمون از وقت که همون پدراشون باباشون همه که تایید زادن بعد بسیار همین بگیم همین آدمی همین دیندار و آدمی قرآن خوان همین رو بسیار دوست می‌داشت، بسیار احترام میکرد. دیگه همون داملای همون محله مونه بابای مولا شریف و فرزندای همون را خواهش میکرد که این بچه ما را درس بگیریم. ما همون مکتبی من پیش همون را درس میگرفتم. همون را میدیدم که معاش میداد، میدیدم که مبلغ میداد. همون را جلب میکرد. بگیم همین سببگاش دیگه بسیار مادری همین شب زنده دار بود، بسیار آدمی خداشناس خداترس بود. خیلی به دورای آخر بسیار دیگر آدمی کسر درمان شدم. یعنی که در تربیه فرزندان یک سهم کلان داشت. بسیاری بسیار بینی همه فرزندان شکل الله میرمون خیلی. چی خصلتاشون در یادتون هست؟ خصلتای بهترینش همین برادر محمود جون که به حد دستی سخاوت داشتن، به حد همین تمام چیزی که مثال همین فرزندان به خانه را می آوردن حتما بگیم 50% رو حتما تقسیم میکرد. حتی همون یک کم بیشتر مالدارا کم بود، یک 3-4 سومی دستش جمع شده که این مالش زکات جدا میکرد. خلاص همطوری در بین همین همسایه و بعضی همین بگیم نزدیکا بسیار نصیحتگری خوب هم بود. پناهتون به خدا همدردی ما را بار دیگر قبول کنید. سلام باش.